چیزی به این تلخی رو چرا میخندیدی؟ حالا چون تو زلزله نبوده با صدای زلزله بوده. با خندت چی بود؟ منو میخندیش خیلی تلخ بود لامصب. توی اون شبی که زلزله رودبار اتفاق افتاد، خب ما رشت زندگی میکردیم و خونه ما شروع کرد ما رشت بودیم. بعد زلزله شدیدی اومد و خونه دقیقاً این گهواره ها داشت تکون میخورد. بابای من دوید بره، یه عارضه قلبی داشت، دوید بالا. مامانم و بچه‌ها بورژین که کوچولو بود و اینا رو آورد پایین و بعدش اومدن تو حیاط و رسیدیم بیرون. در واقع اون عارضه قلبی کار دستش داد، قلبش گرفت، بردنش بیمارستان. ولی چون زخمی می آوردن از رو تخت بلندش کردن. گفتن آقا شما که چیزی رشیدی و بلند چی درشت و سر پا و اینام بود دیگه. بهش گفتن آقا شما بیا برو کنار درخت، ما زخمی اومده برامون. پا میشه میره کنار درخت، چه میگن، پس لرزه‌ای که میاد و اینا. سکته دوا یه بار سکته کرده بوده، سر پا رفته بوده بیمارستان. اون سکته دومو دیگه بعدش دیگه. الان چیزی به این تلخی رو چرا میخندیدی؟ حالا چون تو زلزله نبود. به نظرتون وقتی یک نفر در مورد فوت پدر راحت صحبت میکنه چه معنی داره؟ یعنی اصلا چالش نبود پدر رو نداشته؟ یعنی اصلا درد نداشتن پدر رو نکشیده؟ به عنوان کسی که خودش پدر عزیزش رو از دست داده میگم اتفاقا اون آدم خیلی حال بدی رو گذرونده، خیلی روزای سختی رو داشته، خیلی براش آزار دهنده بوده، اما مسئله اینه که تونسته این سوگ رو بپذیره و چی سخت‌تر اما قشنگتر از پذیرش